سربازان حاکم عیسی را به صحن دربار بردند و عسکران زیاد آنجا گرد آمدند. آنها او را برهنه کرده به تنش جامه سوپ سرخ را پوشاندند. بعد از نوده های خار تاج بافته به سرش گذاشتند و به دست راستش چوب دادند. آنها مسخره کنان زنده باد شاه یهودیان گفته در پیش او به سر زانو می ایستادند. سربازان به عیسی تف کرده با چوب به سرش زدن گرفتند. وقتی که آنها مسخره کردن او را بس کردند، جامه را از تنش کشیده لباس خودش را پوشاندند. سپس او را برای به صلیب محکوب کردن بردند. در راه آنها با شمعون نام مردی از شهر قیروان دچار آمدند و او را مجبور کردند که چوب صلیب عیسی را برداشته برد. وقتی که آنها به جای با نام جلجاتا که معنایش جای کاسخانه سر است رسیدند، سربازان به عیسی می با ماده تلخ آمیخته شده را دادند. او از آن چشیده دیگر نوشیدن نخواست. آنها او را به صلیب محکوب کرده برای تقسیم کردن لباس عیسی قرعه پرداختند. سپس نشسته وی را نظارت کرده ایستادند. در بالای سر عیسی عیبنامه نوشته شده بود: این عیسی شاه یهودیان است. همراه او دو راهزن را نیز به صلیب‌های دیگر از طرفهای چپ و راستش محکوب کردند. راهگذران او را دشنام داده سر جنبانده می گفتند: تو که معبد خدا را ویران کرده در 3 روز از نو می ساختی، خودت را نجات ده. اگر تو پسر خدا باشی از صلیب فرود آی. کاهنان کلان، استادان شریعت و پیران نیز عیسی را مسخره کنان می گفتند: دیگران را نجات می داد و خود را نجات دادن نمی تواند. اگر او شاه اسرائیل باشد از صلیب پایان فراید، بعد ما به وی ایمان می آوریم. او به خدا امید می بست و اگر در حقیقت پسر خدا باشد بگذار خدا او را نجات دهد، زیرا می گفت که من پسر خدا هستم. حتی راهزنانی که همراهش به صلیب ها محکوب شده بودند مانند دیگران او را دشنام می دادند.